جشن زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک. سلام ای دل، سلام ای نوری دیده. السلام علیکم نوری دیده ها، مخلصان عزیز تماشابینان شبکه شهنان. امروز ما در فابریکا در یک از محله های گلستان برای تبریک کردن جشن رزمک حاضر هستیم. پیش از همه از نام گلسنایتی، از نام فرزندها، از نام دامادها تبریک میگویم. این لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. Assalomu alaykum aziz mahalladoshlarim. Mana bugun Samarqand tuman Parandachilik mahallasida ajoyib bir oila, ajoyib bir oilaning boshlig'i O'raz akaning tug'ilgan kunlari qutlug' ayyomingiz muborak bo'lsin O'raz aka. Gulshanoy bek keling. Mana shunday bir ajoyib xonadon sohibasi bilan qo'sha qaring siz. O'raz aka bilan nabiralarning huzurini ko'ring. Men o'zim nomimdan, mahallam nomimdan bu O'raz aka va Gulshanoylarga uzoq umr, baxt, saodat. Mana shunday bir ajoyib kunlarda tug'ilgan ekan. Bu kishining albatta barcha qizlari ajoyib, farzandlari ajoyib, o'g'illari ajoyib. Bular bilan biz faxrlanamiz. Bizning kelajagimiz, prezidentimiz aytganlaridek albatta yangi O'zbekistonda mana shu yoshlarga biz tayanib, suyanib yashab kelmoqdamiz. Bizning kelajagimiz mana shular nabiralar. Albatta nabiralarning huzurini ko'ring. Kamolini ko'ring. O'zbekistonimizda ajoyib bir oilalar bo'lsin. Mana shu farzandlaringizni, nabiralaringizni kamolini ko'rish barchaga nasib etsin. O'raz aka yana bir marotaba qutlug' ayyomingiz muborak bo'lsin. Gulshanoy sizga ham. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. San'atlaringizga san'at qo'shilsin, ovozlaringizga ovoz qo'shilsin. Doimo jaranglab, mana shunday martabalaringiz baland bo'lib, O'zbekistonimizda taniqli bo'lib yuringizlar. Rahmat. Yaxshi kunlaringizda xizmat qilinglar. در این دنیای برهنیست جلوه پرنوری یزدانی پدر جان معنی زیبای انسانی پدر خورشید پدر مهتاب پدر یک اختر نویا پدر ساحل پدر دریا پدر جون گوهر کمیاب پدر باران پدر طوفان پدر سر السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدران، مادران مهربان، مهمانان خانواده رزمک. همه شمایان را به امروز جشن زادروز رزمک خوش آمدتان میگویم. اگر بمالون باشیم، اگر برای این خیل مرد خاندان تا کرسک زنیم و نازدمان تکلیف میکنیم. مرحبا. رزمک بید پیش ما را. رزمک السلام علیکم. یاد شما. زادروز مبارک. روز تولد رو مبارک باد میگویم. یک تا یاد کنیم امروز اندامی کی آمدگی ما؟ لیکن اگه اینه نمیدونم دلتان چی روز است امروز؟ البته از نام فرزندان عزیز، از نام دامادها و از همه پیش از نام گلشنایتی تبریک میگیم. گفتم صاحب خاندان ما چخیلی که هر یک خاندان به صاحبش باشد، اگر فیضش دیگر صاحب خاندانی من، صاحب قلبی من، صاحب فرزندان، البته انسانی بسیار هم خاکسار صمیمی امروز زادروز دارند. برایشان رفته رسانید که رحمت برای بودگیشان، برای هستیشان خدا با شکر میکنم. هزاران بار شکر میگویم که با این خیل انسان ما آینه بستیم. همیشه صحت سلامت باشند، فرزندان عزیز باشد. میگویم پدر عزیزی ما، پدر مهربان ما، پدر خاکساری ما حاضر منه. چند ساله شده امروز؟ 17 ساله.
همه 17 سالگیشون به نیان نکده، جوانیشون به نیان نکده کار میکنن. هزار رحمت. الان خیلی هیچ وقت یک جبه نمیشینن. مهنتی حلال کردی مانده کلام کردن، بابای رساندن. و برای پدر عزیزم، برای داده جانم رساندن که چشمهایی از محبت نورشرار دارد پدر. چشمهایی از محبت نورشرار دارد پدر، سینه‌ای مانند آتش شعله‌ور دارد پدر. با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهانی دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بحر اقبال و سعادت در نبردی زندگی، از سری جانی عزیزی خود گذر دارد پدر. در بینایی خاندان بر شهرستون مانند همه، روزگاری هستی ما را گذر دارد پدر. پدر عزیزی ما در حقیقت از تمام هستی خودشان دور شده، حیاتشان، جوانیشان، بود و نبودشان برای ما فدا کردگی انسان. ما ناز می‌بینیم، دوست می‌داریم. خدا کند که 120 ساله شوند، حاجی بابا شوند، همراهی مادر عزیز حاجیانش را در این کاشانه‌های زیبا ما حج آشی‌ها کنیم. همیشه در سر اولاد ما، سلاله ما مصلحت چی شده گردن، زادریزشان مبارک گفتن. خدا خواهد اگر همین سال تا سال نو ما نیت کردگی به زیارت کعبه الله میفرستانیم گفته، واسی را آشکار کردیم. امروز برای شما البته کتابی از همه قیمت بهاترین را آماده کردیم. مهمانان قرصکی بخواد میزنیم برایشان کتاب قرآن را پیش کنیم. مبارک باشد، زادروز مبارک. البته امروز روزی خورسندی، روزمه من یادم با یک جای قوت دلشتگی جوره ها خیش و تلوار نزدیکان هستند. یک تا نیت های نقضشان و گفتگوشان هستند. می شعر بدونیسته گوشان یک تا نیت های نقض که گیت کنید برحمد فقط توق سلامت گرده. شاعر بسیار یک سخن زیادش هسته شنید بازو برای جوره ها میگم که تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست گشتن مشکل است، مشکل آسان کن، کسان را گم مکن. البته من معلوم است که در دمی چنین جوانی آن لحظه های کودکی به خاطر می آید. در دمی پیری باشد حاضر آن وقتهایی که بسیار هم دوره های زیبا بود، آن لحظه ها را شمایان یادآوری میکنید. امروز روزی خورسندی را بار دیگر رزمک زادروز مبارک. حاضر برای شما تار تیار کردگی گلشنایتی شما تکلیف میکنیم، فرزندان را تکلیف میکنیم، یک جای شیرینی رو بریم، از شیرینی تناول کنیم، بعد از آن سخنهای تبریکاتی را باز میشنویم. مرحبا، نزدیکتر میستیم. مرحبا، یک جای شیرینی را میبریم، گلشنایتی نزدیکتر میستیم. مبارک باشد، زادروز مبارک. مرحبا، نبیره را تکلیف میکنیم یک جای شمس میکنیم. مبارک باشد. کاری شیرینی را تقسیم کنیم، خورانه شیرینی را. مرحبا.
نوروز مبارک. نمرزه روزی خورسندی را مبارک باد بگیم. خدا خدا کند که 120 ساله شوید. خوش. خودی جوانی خودتان برید نه و رزمان خودی مردگی خودتان برید شب بعد از شب بعد از سه خوش نقص نبینستم مهمانان عزیز ارزمان چکنه که بنا در سن 66 سالگیشان آنها نفقه با باشند هم در باغچه بچگانه همچون راننده شافیر کار میکنند چندین کودکان که دل مییابند زبان آنها را میفهمند برای همین هم اناخه جوان هستند سیر جوانیشان در همین است راست می؟ البته از این نیت‌های نقض و نگاه میشنویم از نام خواهران مرحبا در گوییم که رفتن دارید نخوشا شود که لینکتی خوش شفیر شود سوخ سلامتیت دو یکم گویه که بلند شده دو گویی بچه کش شده گردد نیوری ایوری از سینی بوم هم اونیم هم گذشته رد بوم دور آمد 108 مدارم دیدن اونیم 94 از سینی باید گذشته رد گویی کنم یعنی سخت خودی جمعی هم با تو خوش آمده دون نوی دیده تو دیسته رحمت سلامتیت اکا جونم روی سر بداری اکو خودو چکا عمر داده شد هم قدر بینید بزرگی انایم بچه های موهونا اکا شما محمد دادا هم تو بودیم بی دادایی بیه ولی شما بودنی می چوکایی سه چکو خودو ولی مشوه تا اپلیکایی سه بشو آلا کردی دادرا پشان لبا نمیگونا روی سر بدارید بزرگی بچه تو نه ایواره کدونا توی کده نیواره توی کده همین روز بری فقط شینیم بچه بده منظور کرد اگه جون این سر بدارید اوچی بور شوید ایلوی تو اینجا که اوچی بور شده آها جون دیگه تو نمونه بیدی شو دو فرد نزید باشن اگه این سر بدارید دکتری سر سرام سوخ سلامت گردید اویدیم بیم شما دادیم اما وقت سرام سوخ سلامت گردید جمعه زینیم خودم نگوی چی نمید Lei saat pada sering kefaslan tu tapi seni nasib kena terakhir jauh tu kata ada bercakap soal masyarakat uzuri başkaya lepas itu orzun niatan beras mana kiba rahmat kulozoti marhamat دادر سخت بداره اما وقت حضوری مونه بینه اما وقت هر چی خبرگیری میره همین با پرچی شیطان خبرگیری
خیلی داده جون صد بداره الهیم خدا داره که عمره خوش خورسن اما وقت من پیش مانده صاف سلامت گرزونه ای هیچ کی کم نکده کلام کرده تو مرا تبریک میکنم رحمت تشکر پروژه‌ای هم اینجوری خودشون بهت کنش میام حتی نیاتون نازشون این کس 3 روز 4 روز بود تهیه میبینیم دور زمان و گفتن یک شعرهای زور از یاد کردن که اکو پیش کامera و خاطرشون نبرامدشون هرچی برنامه همین قسمتی همه وقت رشک کردنه رشک باش تمام شد همین خوش پیشه نه رشک تمام نشود رشک هست که محبت هست و عشق هست این کس گفتنی بودن که اگر همین چرخی فلک باز یک بار بیاید دنیا با بیاییم رزمکت امریکا بای ما هندستان ما تولد شما من رفتم میابم رزمکت گفتن بله همین هم لایق گفته است اگر یابم جوانی دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس بدون طول مسافه از امریکا تا هندستان چقدره الان میخوایم پیاده پیشگام من رفته الان کس هم میابم گفتن الان این کس خواهرتون هم خیلی سه زاد روزتان مبارک البته امروز روزی خورسندی است روزی نیک است حاضر باشد میخواستیم نوبت را با سرودهای شوخ دیم یک جای رقص خورسندی کنیم امروز شادیانه را با درجه اعلی میگذارانیم مرحمت سرودهای شوخ برای شمایان زاد روز مبارک
من بیننده ها عزیزان ما امروز بزم زیبازاد روزی را با آخر رساندیم همراه شما با هم دیدیم با ما باشید با شبکه شهرنان خود را احتیاط کنید عبدالله
Hey,